پیشرفت کار بازسازی بزرگترین مارکت. کارایشان مکمل تکمیل است، تسلیم میکنیم به دکاندارا. ما فعلا دکانم خالی نداریم. اگر تمامش گرفته شده. حدود چقدر از هموطنان ما اینجا مصروف کار است؟ تا 800 نفر کار میکنه 800 و موادی که ضرورت داره یا هر چیزی که هست انشالله از اینجا خریده میتونه. انشالله. این هر دکان چقدر مساحت داره؟ 16 متر مربع مساحت داره. 4 جای تشنابا برشان در نظر گرفتیم و همچنین جای ششتن که هست اونا هم برشان در نظر گرفتیم. منزل دوم که است اکثریت به لباس گرفته و همچنین به خیاطی گرفته. پیشرفت کار بازسازی بزرگترین مارکت. سلام وطندارای خوب و نازنینم، آرزو میکنم هر کجای کره خاکی هستین خوب و صحتمند و سرحال باشین و مثل همیشه چینل خودتان پنجره افغانستان بیننده هستین. وطندارای گلم، امروز آمدیم تا از ساخت یک مارکت بزرگ یا بزرگترین مارکت در شهر کابل منطقه کارتینه و نساجی براتون برنامه تقدیم کنم. عزیزان این برنامه بیننده باشین که این مارکت دیگه جوره نداره چون بزرگترین مارکت است و در موردش براتون معلومات کامل هم میدیم. یک برنامه قبلی هم داشتیم که او زمان دیگه تازه کارش آغاز شده بود ولی خوشبختانه در مدت 1 ماه و 2 ماه بسیار کارش پیشرفت کرده. ما رو همراهی کنین و لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنین. بزرگترین پروژه ساخت مارکت زازای در کابل عزیزا قرار است این برنامه براتون معرفی کنیم و خوشبختانه مدیر صاحب با ما هستن. سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدین، بخیر آمدین. بخیر باشین. تشکر. مدیر صاحب میشه خودتان معرفی کنین بر بیننده؟ فریدالله زازای هستیم، یک مدیر امی لوی بازار زازی لوی بازار. خوشحال شدیم زازای صاحب عزیز. بر ما ایره بگوین که چقدر کارا پیشرفت کرده. کارهای ما چیزی که شما میبینین تقریبا به تکمیل هستند. همی کم کارهای صفایی مانده و لایتینگ مانده، ایرا بخیر تکمیل شود دیگه. کارهایشان مکمل تکمیل است، تسلیم میکنیم به دکاندارا و همچنان دکاندارا میآید و در مختلف دکان‌ها الماری جور شده و دیزاین جور میکنه مختلف نا و اینجا کمپانی میآید دیزاین میاره که ما مثلا مثلا مسطح یا سنگ این چیزا برای دیزاین داریم. اگر امرای ما قرارداد کنین و حال مرحله از این شروع است. بسیار خوب، یعنی مرحله دیکورش آغاز شده. بله بله. بسیار عالی. فکر کنم که یک 80% 90% کار تمام است. از 80% بالاتر تمام است. خو 1-2 بلاک است اونا کمی کار جریان داره و به خاطر از اینکه موزاییک که ما میاریم تنها موزاییک او از بیرون مملکت است و در راه که میرسه و در گمرک میشه کمی وقت زیاد گرفته دیگه. کلش کارا الحمدلله تکمیل است. تنها کاری که مانده او موزاییک است. بسیار خوب، یعنی مواد که اینجا استفاده شده تمامش خارجی است؟ نه، تنها موزاییکشان خارجی است دیگه. تمام مسائل که از ساخت افغانستان است استفاده شده. مدیر صاحب بر ما بگوین که این دکان‌ها به خاطر کرایه هستن، به خاطر فروش هستن و آیا پیش فروش هم دارن مردم یا دکاندارای عزیز آمدن خریدن یا نه؟ فعلا خود دکان‌ها مکمل به دکاندارا به 3 ساله کرایه داده شده است و
متاسفانه ما فعلا دکانم خالی نداریم. بسیار تمامش گرفته شده. اگر کدامش که خالی باشه او منزل دوم یک گان تا چیز است و بعد از این کوشش ما میکنیم که اینجا برند بیاریم در بخش فست فود و در بخش کالا و در بخش زمستان آمده. باز ما یک چند تا کمپانی امرای ما تمام شده که اینجا بیایه و جای بگیره. بسیار عالی است، واقعا عالی. خب مدیر صاحب فکر کنم که تمام مارکت که از 2 منزل است. در بین مارکت که است یعنی تر یک دیزاین است که دیزاین دکانا که است در بینشان 1 منزل است و در 4 اطراف که او 2 منزل است. بله. و در کل چند بلاک است؟ کل 6 بلاک است. تقریبا دکانا 2500 تقریبا میرسند. بله 2500 دکان. واقعا بسیار زیاد است عزیزان. اما تو که در ابتدا براتون گفتم بزرگترین مارکت اینه میره که بزرگترین مارکت از در شهر کابل و حتی در سطح افغانستان. بله ما کوشش میکنیم که سهولت و هر چیزی که سهولت باشه به مشتری خود بیاریم. همچنان 2 دانه مسجد داره و 3-4 جای دیگه به خانما 6 جای داره و هم بلاک که است یک ساحه سبز داره و همچنان سرکای خیلی کلان است. میشه که از اون مشتریان خوب رفت آمد کنه. یعنی چیزای ما یعنی یک دیزاین ما که است الحمدلله به دل مشتریا می باشه ان شاء الله. بله بسیار یک چیز متفاوت از دوستا. درباره نقشش میشه بر ما بگوینی را انجینیرای خود ما آماده کردن یا از خارج از کشور آمده؟ نه انجینیر چیزی که نقشه دیزاین این داخل وطن ما که انجینرها هستم اینجا دیزاین شده و هم از اونجا زندگی میکنه و همچنان امرای ما کار میکنه هستن هم اینجا و در نظارت از اونا کارایشان پیش میره. بسیار خوب. حدود چقدر از هموطنای ما اینجا مصروف کار هستن؟ فعلا تقریبا پیش ما که هست 800 نفر کار میکنه. 800 بله و اگر این تکمیل شوه این بالاتر میره چرا که 2000 اگر 500 تقریبا دکارا را در نظر بگیریم نو در هر دکان که 2 نفر مصروف شوه او تقریبا 5000-6000 میرسه و همچنان محافظین که در این مارکت باشه یعنی کارهای به صفایی دیگه ما در نظر داریم که انشالله 8 یا 10000 به مرای مردم کار اینجا پیدا شود. واقعا عالی است دوستا. خداوند خیر بده همه قسم تجارای عزیز ما را که زمینه کارم برای هموطنای ما مساعد میسازن و در کشور آبادی هم میکنن. زازای صاحب عزیز فکر کنم که 2 چهارایی را در بر گرفته ای مارکت شما. بله در اینجا از 3 چرایی است. خود 2 چرایی با یک دیزاین جور میشن خوب دیزاین و نمو انشالله داشته باشه و با 3م چرایی که از و نمو داره ولی که زیاد نمیشه که 2 تا که داره. بله تا جایی که معلومات داشتم برنامه قبلی گفته بودن که هر بلاک مربوط به یک وسایل مشخص میشه به خاطر فروش. بله ما به سهولت مشتری این بلاک های ما تقسیم کردیم و بلاک اول به رخت فروش است، بلاک دوم باز رخت فروش و همچنان سیمساری است، موبایل ها جداست، خوراک فروشی جداست و بوت و چپلک برای از اونا جداست. هر بلاک جداست یک کمپلکس واری جور کردیم. بسیار عالی است واقعا که در حدود 2500 دکان اجزا ساخته میشه در این مارکت و تقریبا کارام تمامش پیش رفته، بسیار کم دیگه باقی مانده کارهای دیکورش. واقعا عالی است. زازای صاحب این پروژه از وقت که آغاز شد تا فعلا چقدر وقت در بر گرفته و تا تکمیلیش چی مدت در بر میگیره؟ واقعا که یک چیزی که ویران میکنین خیلی زود ویران میشه و یک چیزی که جور میکنین باز وقت میگیره. به این مارکت خواست تقریبا 6 ماه در اینجا رسیده. ما کار بسیار عجله کردیم در کار ما و همچنان تیم ما زیاد بود، اضافه بود. 6 ماه گرفته و در افتتاح بخیر 1 ماه ما به مشتریا و همچنان به دکاندارا و چیز کردیم که انشالله در ماه آینده بخیر افتتاح میکنیم با مراسم شاندار بخیر انشالله. ولی بازم نظر به بزرگی که مارکت داره 7 ماه بسیار کم است که ساخته شده. واقعا هموطنای ما را خداوند خیر بده که به قدر وقت کم تونستن این مارکت بسازن و بسیار کارش کم مانده.
بسیاری مارکت ها زازه است 1 سال 2 سال هم وقت میگیرن. سال 2 سال که میگیره او مارکت های است که از کلش کارایش کانکریت است و هم نقشهشان زیاد وقت میگیره. کار ما که است زیاد آهنگ استعمال شده و کار فلزکوری شده و او هم در نظارت شهروالی ناحیه و همچنان در نظارت انجینرهای ما اینجا مصروف هستم. کار خوب و معیاری کرده. کار وقتی که کم گرفته یه زیاد کار که است آهنگ استعمال شده، چرا که پروژه موقتی است و اگر ما کوشش میکنیم کمی پروژه طولانی شوه و کار معیاری تا 60 سال 70 سال یا 50 سال قرارداد از اینجا بگیریم که انشالله اینجا باز بلاکایشان دیده باشه. انشالله عزیزا بیننده باشین، انشالله صحبت های ما ادامه داره. مدیر صاحب عزیز میشه بر ما بگین فعلا در کدام موقعیت مارکت قرار داریم؟ این مارکت دوم است، بلاک سی ما در نقشه ما که نام داره بلاک سی و این سوپرمارکت نو جور شده بخیر و کارشان آغاز کرده. انشالله میتونه سوپرمارکت ها و دکان ها را آهسته آهسته جور میشه تا وقتی تا این که ما برشان کردیم تا افتتاح کلش انشالله تیار میبشه. باز یک روز افتتاح میکنیم و انشالله مشتریان باز از اینجا هر قسم موادی که ضرورت داره یا هر چیزی که هست انشالله از اینجا خریده میتونن. انشالله. واقعا دوستا شما در تصویر ببینین بسیار یک سوپرمارکت مقبول. این یک دکان است یا چند دکان است؟ این تقریبا 4 دکان 4-5 دکان است یک جای کده. باز بالیشان یک دیگه به نام یمی یک پیزا اون برند میایه، یک چند تا بانک هست از اونا هم امرای ما تمام شده که ما میایم انجا اگر جای پلن خود دکانه در اول منزل نداره خود دوم برشان جای تعیین کردیم که بخیر اینجا بانک ها شود و هم برند های رستورانت که میایه اونا را تعیین کردیم. واقعا عالی است. دوستا شما میبینین با وجود که کارا تا جای تکمیل شده ولی هموطن ما که سوپرمارکت جور کردن بسیار دیکور عالی کردن، بسیار نمای خوبم داره و خوبیشی است که لب سرک عمومی است. بله لب سرک عمومی است. اینجا یک چند رای که شهروالی بود و هم با ما برشان جور کردیم. همین که نما داره کلش را ما جور کردیم. هم به وطن ما خود به مردم هر کس پیدا میرسه و هم یک نما برای مارکت شده. این را ما برشان جور کردیم. و دیگه جایا که پیاده رو می باشه حداقلش 1 الی 1.5 متر می باشه ولی اینو خدا بسیار کلانه. 1.5 متر مربوط مارکت بود. خب می اضافه تر کسی مربوط ناحیه میشه. باز ما امرای ناحیه تماس شدیم گفتیم که ما برتان جور میکنیم اگر شما اجازه بدین. باز اونا گفتین که خو اجازه است، کسی که به وطن کار میکنه خدمت میکنه ما اجازه برتن میدیم. حالی را که هست کلان هم شده مقبول معلوم میشه. یک مصرف اضافه بود خب ما کردیم. خداوند اجرش برتان نصیب کنه چون یک خدمت بسیار بزرگ برای کشور و هموطنای عزیز ما است. قسمی که گفتین برندهای مشهور مثل رستوران یمی و بعض بانک ها اینجا میاین، بر علاوه از او در دیگه بخشا کدام برندهایی است که امروزشان قرارداد کرده باشین؟ یک شرکت هست نو جور شده در بخش کالا هستن، اونا امروزشان تماس هستیم. یک دیگه شرکت هست خوب مشهور است به نام سکندر ترموز است. مکمل اونا میایه مکمل تیمیش هم او تقریبا 11 دکانه را میگیره و یک جای میکنه و هم در منزل دوم برشان جای تیار کردیم بخیر. درباره دکان ها بر ما بگین هر دکان چقدر مساحت داره؟ هر دکان که از 16 متر مربع مساحت داره. باز یگان تایش 9 و از او 20 تا است 22 است متر مربع. فرق میکنه بله. واقعا عالیه. دکان ها دوستا تمامش به خاطر کرایه است و فعلا به 3 سال گفتین قرارداد کردید. 10 سال امرای ما قرارداد است، 3 سال ما امرای دکاندار قرارداد میکنیم. بازی در وقت
3 سال بعد این تمدید میشه. بله. بسیار عالی. دیگه کدام سهولت ها را مارکت داره از قبیل برق و این مسائلش میشه بر معلومات؟ سهولت هایی که برق است و سهولت برق است و همچنان برای فامیلی و هم غیر فامیلی اینجا ما 3-4 جای تشنابا برشان در نظر گرفتیم و همچنان جای ششتن که هست اونا هم برشان در نظر گرفتیم و بین مارکت ها جای هست که اونجا هم فامیلی براحت میتونه بشین از او استفاده کنه و هم سهولت هایی که ما اینجا تعیین کردیم آب است، مهمتر از این آب است، این نمونهش هم هست، این هم هست و همچنان چای اینجا خودش زدیم، یک دو چای دیگه هم ضرورت است که تیار شود آب به کلش مارکت برسه بخیر. سیستم سولار و بخش دفاعی و گپ هم همچنان هست دیگه؟ بله او در یک کمپانی هست در او تماس شدیم و هم قرارداد هم امرشان کردیم که در اینجا کلش مارکت سولار برق بده. سولار هم ارزان تر است، به دکاندار هم ارزان تمام میشه و هم بر ما فایده است. چون یک ذره مشکلات برق در کشور است، سولار که باشه باز بسیار خوب میشه. بله تقریبا 1000 تخته سولارشان رسیدم. هفته آینده بخیر کار عملی شروع میشه. بسیار عالی است. بیننده باشین ان شاء الله حرفای دیگه هم می داشته باشیم در مورد مارکت. ما را همراهی کنید. مدیر صاحب عزیز درباره از این قسمت بر ما بگوین که مطمئن هستم که کدام پلانای دارین بر اینجا؟ بله او دغه ساحه چې دا هم دلته چمن کرل کیږي، مختلف نوع ګلان به او ونې راوړو و هم درنګه دغه د پیاده رو څنګو کې به د نستي دپاره چوکۍ به وي، مختلف دلته کولی شي مشتریان یا فامیلونه د هغوی څخه استفاده وکړي. بسیار خوب. فقط در اینمی بخش مارکت است یا در بخش‌های دیگه هم؟ د هر مارکت کې همدغسې یو ځای په ځانګړی شوی دی، هر مارکت دغسې ځای لري او بیا په اخیره برخه کې چې دی هغوی کې لږ د دې نه ستر دی، لوی دی. بسیار خوب. بزرگتر او بزرگتر از این است. واقعا عالی. دوستا به خاطر هموطنای عزیز ما که مشتری هستن اینجا میاین، جای به خاطر نشستن و یک چمن بسیار مقبول هم در نظر گرفته شده. واقعا عالی است و همچنان قسمت هم کار جریان داره دیگه. بله او دغه بغل لري چې ترڅو د اوس خو دغه سیزن یا موسم چې کوم د چمن یا د ګلانو کرل وخت نه ده، ناغې دپاره ماده کوو انشاءالله ماده شي هغه به کوو. سال جدید بخیر دیگه اینجا سبز میباشه. بله انشاءالله. واقعا عالی است. زیبایی‌هایی که این مارکت داره عزیزا شما خودتان میتونید در تصویر ببینید که واقعا آدم خوشحال میسازه از اینکه در وطن ما چنین مارکت به این زیبایی با این استاندارد ساخته میشه، جای خوشحالی است. بیننده باشین عزیزان، بازم میریم طرف منزل بالا، اونجا صحبت می داشته باشیم، ما رو همراهی کنید. وطندارای عزیزم آمدیم به منزل دوم که البته اینجا تعداد زیاد از دکان‌ها در نظر گرفته شده و ناگفته نمونه که بسیار یک نمای خوب داره، هم به طرف بیرون که منطقه نساجی کارتینا بسیار زیبا معلوم میشه و هم به قسمت داخل مارکت بسیار مقبول معلوم میشه. اگه اشتباه نکنم مدیر صاحب قبلا اینجا جای بسیار خرابه و کونه بوده. بله مخکې چې و دغه ځای ډېر د چټل موادو دپاره دلته او اوبه یې نولې، اوبه یې ډنډونه و، له هغوی څخه ډېره بده استفاده کېده او د کارتیناو یا د ارزان قیمت د سایې ټول متادین دلته و او همدارنګه د هغوی دپاره چې کوم مواد و هغه هم دلته ښه مارکېټ یې و خرڅېده. نو بیا موږ چې راغللو نو هغوی لږ موږ سره اوله کې لږ سبب د معنی وګرځېده، خو بیا د همکارۍ د حوزې د همکارۍ سره هغوی موږ د دې ځینه ایسته کړل او هغه ساحې د هغې وخت تصویر چې وګوري او اوس وګوري نو ډېر فرق ده او ډېر یو په ډېر ښایسته مارکېټ باندې بدله شوله.
او هم ښه خبره زمونږ دپاره دغه ده چې د دې سیمې نږدې چې کوم کورونه دي دغه ټول مونږ ته دواګوی دي چې دغه یو داسې ساحه وه چې مونږ به تګ راتګ ډېر د ډار نه کوو ځکه دغه ساحه هر رقم خلکو نه ډکه وه خو تاسې چې راغلی مونږ لا د راحت احساس کړی دی هم دلته صفایي راغله هم هغه ګډ وډ خلک ورک شول هم امنیت شو هم مونږ دپاره سهولت شو نو دوی هم ډېر خوشحاله دي راضي دي زمونږ د کارونو نه نو زمونږ یوازینی امید هم دغه ده چې خلک زمونږ څخه راضی اوسي. واقعا هم دوستای عزیز قسمی که گفتن جایی بوده که کسایی که قبلا دیده بودن و حالا بیاین ببینن اصلا باورشان نخواد شود که این همون منطقه است و کسایی که اینجا در خانه‌شان بوده زندگی میکردن به خودشان به اطفالشان بسیار یک جای نامناسب بوده ولی خوشبختانه قسمی که مدیر صاحب گفتن حال دعا میکنن دیگه که یک جای منظم پاک صفا و یک جای مفید برای تمام هموطنان ما شده. درباره منزل بر ما معلومات بدین مدیر صاحب. منزل دوم که است اکثریت اینجا با مختلف چیزا گرفته شده خب بازم ساحه فرق داره مثلا رخت فروشی هم است و زیادتر که از به لباس گرفته و همچنین به خیاطی گرفته یعنی دکاندار است که دکان پایین که رخت می فروشه و دومشون خیاطی جور کرده اکثریت به خیاطی گرفته. بسیار عالی. اینجا دیگه تمامش از آهن استفاده شده قسمی که بله اینجا آهنگ استفاده شده خب بسیار به استاندارد و بازم میگیم که ما کاری که ما است به زیر نظارت شهروالی و ناحیه و همچنان تیم ما که انجینری داریم از اون نظارت میکنه و هر روز نظارت میکنه کدام جایی که کدام نقاطی سوچی شده باشه او را زود یعنی دوباره ترمیم کوي او جوړوي خو دغسې هغه موږ نه پرېږدو چې هغه د هم مشتریانو ته هم دکاندارانو ته هم موږ ته په ضرر ورسیږي. واقعا بله. و عزیزا منزل دوم که است قسمی که مدیر صاحب هم گفتن به موضوعات مختلف است و در کل هم تو دیگه فضای دلواز هم داره کلا شیشه گرفته میشه دیگه. او دویم منزل ټول شیشه ده او دلته که دکاندار ناستی که مشتری ناستی دواړه به یو راحت احساس کوي ځکه چې دا یو ځای په لوړ نه ده او بل ښه نومه مخې ته ده هم د مارکیټ مابین چې کومه ساحه ده هغه تر نظر لاندې ده هم ساحه ده د ارزان قیمت یا د کارتینو یا عمومي سرکونه چې کوم تیر شوي ټول ساحه ده دویم منزل نه معلومیږي نو یو ښه نوم لري. بسیار خوب. به خاطر امنیت خود مارکت کدام مسائل در نظر گرفتین مثلا بخش سکیوریتی می باشه یا کامرای امنیتی می باشه؟ اوس خو اکثره په امنیتي برخه کې چې دا ټکنالوژي ډېر رول لوبوي او ډېر رول هم پکې لري موږ استفاده ډېره د ټکنالوژي څخه کوو او همدارنګه موږ په دې برخه کې کارمندان هم لرو ګردان لرو هغه هم شته دي او نو ډیر تاکید زموږ په ټکنالوژي ده چې ترڅو دلته هم دکاندار باور ترلاسه کو هم د مشتری باور ترلاسه. بله واقعا بسیار عالی است. یوم از موضوعات بود معرفی مکمل درباره مارکت بود و یک موضوعی که باید همین لحظه پرسان کنم چقدر هزینه مصرف شده در مارکت مدیر صاحب؟ ول هزینه خو مصرف تعالی ما حساب نکنیم خو ولی زیاد است. ما کوشش میکردیم از اول که قرارداد میگرفتیم در قرارداد ما بر حکومت فعلی که از همراه از اونا گفته بودیم که ما کوشش میکنیم که اینجا از 400 میلیون افغانی بالاتر ما اینجا سرمایه گذاری کنیم. بسیار خوب. یعنی تخمینه که زدین از او زیادتر شده یا کمتر؟ زیادتر میشه کمتر خو نمیشه. واقعا هم نظر به این استانداردی که ساخته شده. بسیار زیاد تشکر میکنم مدیر صاحب از شما و خدمتگزار مردم هستین که چنین پروژه بسیار عالی و مفید بر هموطنای ما بر کشور ما برپا ساختین. بسیار تشکر. از شما هم تشکر میکنیم او په خیر راغلی او دا یو خلار دا چې خپل وطنوالو ته د همدغه د رسنیو د لارې یو ښه پیغام ورسیږي او د وطن کې چې څومره ترقي او پرمختګ کیږي هغوی ورڅخه په وخت د دې ترقي او پرمختګ نه خبر شي. ستاسو د دې راتګ نه هم مننه کوم. بسیار زیاد تشکر میکنم از شما. بخیر باشین، سلامت باشین. وطندارای خوب نازنینم سپاسگزارتان هستم که تا ایدم بیننده برنامه ما بودین و همچنان
تلاش خود را کردم تا از ساخت ساز و آبادی در کشور برتان یک برنامه خوب عالی تقدیم کنم. مارکت زازی در منطقه نساجی کارتینه و که کارشان خوشبختانه رو به تکمیلی است. انشالله که شاهد افتتاحشان باشیم. یک کار بسیار مفید، یک پروژه بسیار عالی برای کشور و به تمام هموطنای ما. انشالله که مورد نظرتان بوده باشه برنامه. منتظر انتقادات، نظریات، پیشنهادات و کامنت های زیبایتان هستم. این بود برنامه امروز. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.